بنیاد سخن به نام حق نه، کس هرچه به هست نام حق به. سلام میکنم به شما همراهان همیشگی محفل حافظ خانی بارند. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و ایام هم مثل همیشه به کام شما همراهان و دوستان و رفیقان عزیزم باشه. خیلی طولانیش نمی کنم، به رسم هر شب چند لحظه صبر می کنم تا شما دوستان عزیزم ساز دلتون رو کوک کنید و نیت کنید. نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کله کج نهاد و تون نشست، کلاهداری و آیین سروری داند. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که دوست خود روش بنده پروری داند. غلام همت آن رند عافیت سوزم، که در گدا صفتی کیمیاگری داند. وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی، وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند. بباختم دل دیوانه و ندانستم، که آدمی بچه ای شیوه پری داند. هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست، نه هر که سر بتراشد قلندری داند. مدار نقطه بینش ز خال توست مرا، که قدر گوهر یک دانه جوهری داند. به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد، جهان بگیرد اگر دادگستری داند. ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه، که لطف طبع و سخن گفتن دری داند. خب دوستان عزیزم، بریم سراغ تفسیر این غزل زیبا. همونجوری که میبینید و دیدید توی شعر، چهره برافروختن یعنی کسی که حالا آرایش کرده و اون چهره و رخسار خودش رو برای در واقع جلب توجه به حالت سرخ در آورده، که البته توی حالت دیگه هم میگم، مثل زمانی که یه سری افراد هستن زمانی که مست میکنن در واقع چهرهشون سرخ میشه و خب به اون هم برافروختگی میگن. و حضرت حافظ معتقده که و تو دوست عزیزم باید بدونی که برای این که بتونی دل عزیزی رو به دست بیاری، تنها این که چهره زیبا داشته باشی یا چهرت رو آرایش بکنی کافی نیستش، و 1001 نکته دیگه هست که برای دلبر بودن و اینکه دل یارت رو به دست بیاری نیاز داری. و اینجا حالا حضرت حافظ به داستان اسکندر که یک آینه‌ای ساخت برای اینکه بتونه از فاصله دور کشتی‌هایی که یعنی کشتی‌های دشمن رو بتونه شناسایی بکنه. و اینجا منظور از سکندری داند یعنی اینکه طرف بتونه خصوصیات و ویژگی‌های اسکندر رو داشته باشه. حضرت حافظ معتقده که برای اینکه بتونی اسکندر باشی تنها شرطش این نیست که آینه ساختن بلد باشی، بلکه باید همه ویژگی هایی که یک اسکندر و اسکندر داشت رو تو دوست عزیز در واقع بتونی داشته باشی. و این دقیقاً مصداق همون
قصه و داستان هستش. و تو دوست عزیزم باید بدونی اگر قصد دلبری کردن از کسی رو داری، باید اسباب و وسیله اون رو آماده کنی و تمام شرایط اون رو دارا باشی. فقط با خواستن و دارا بودن یه شرط از اون چند تا شرطی که دلبرت برات مشخص کرده واقعا نمیتونی اون رو به دست بیاری. و تو دوست عزیزم برای این که بتونی با بزرگان، با اون آدم هایی که دوست داری هم نشینی بکنی و بتونی سروری کنی، حالا به قول حضرت حافظ اینجا میگه کسی که کلاهش رو کج بذاره، فقط این که بتونی در واقع این که اون رسم و آداب سروری رو بلد باشی کافی نیستش، چون در واقع یاد گرفتن اون رسوم و آداب خیلی شرایط سخت و پیچیده‌ای داره که تو دوست عزیزم باید زمان زیادی بذاری تا اون شرایط رو یاد بگیری و بتونی به جمع اون عزیزان بپیوندی. و حالا یه جوری کلاه گوشه شکستن یک اصطلاح قدیمیه که حالا این سروران و بزرگان و اینا می اومدن از طریق غرور و تکبر کلاهشون رو کج میذاشتن، یه جوری انگار کلاهشون رو میشکستن، یه حالت جلب توجه و خودنمایی داشته بیشتر. یه جایی از این شعر حضرت حافظ میگه تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که دوست خود روش بنده پروری دارد. باید بدونی که تو عزیز دلم اگر دوست داری که مورد توجه معشوقت قرار بگیری، باید گدایی به رسم عاشقی بکنی، نه اینکه یک چیز مادی رو در واقع بخوای به دست بیاری. حالا توی این قسمت گدایی کردن کلاً توی دنیای عاشقی و اظهار نیاز به معشوق خیلی کار بسیار بسیار پسندیده‌ای و اصلا بار منفی نداره. اینکه شما فکر کنی به معنی تکدیگری یا اینکه مزد از کسی گرفتنه، این دوتا اصطلاح توی دنیای عاشقی با این اصطلاح اینور و توی دنیای مادی کاملا متفاوته. و تو دوست عزیزم برای اینکه بتونی مورد لطف و نظر معشوقت قرار بگیری، حتما باید به روش عاشقی و از ته دل این گدایی و این خواستن رو به جا بیاری. و حالا یک جایی از این شعر از رندی صحبت میشه، میگه که غلام همتان رند عافیت سوزن. اینجا حالا خالی از لطف نیست که راجع به رند هم با هم صحبت کنیم. رند کسیه که در واقع خیلی جدا از همه تعلقات دنیوی و اخرویه، خیلی آزاده و کسی که فقط به عشق معشوق ازلی که پروردگاره فکر میکنه و از هیچ چیزی و از هیچ کسی هیچ ترسی به دلش راه نمیده و همیشه سعی میکنه که با بقیه خیلی خوب رفتار کنه و بقیه و افرادی که خیلی ظاهر گرا هستند به اون آدم بی قید و هرزه میگن. این تعریف حالا یک بخشی از تعریف رنده که حالا به واسطه اسم چنل دوست داشتم که شما عزیزان این معنی رو هم بدونید. یک جایی از این شعر حضرت حافظ یک بیت راجع به در واقع وفاداری میگه. تو دوست عزیزان باید بدونی که وفاداری و درستی و اینکه ما به عهدی که با کسی بستیم پایبند باشیم خیلی خیلی کار پسندیده و نیکویه و اگر توجه کنی و این وفاداری رو راه و رسم زندگی بکنی، باید بدونی که حتما موفق میشی تو این مسیری که داری میری. و تو این مسیر کسی برد میکنه که این راه و رسم رو به جا میاره، چون باید بدونی که همه آدم ها ستمگری و بی‌عدالتی رو بلدن، خیلی هم راحت هست و کلا دروغ و چیزهایی که منفیه، کینه و حسادت و بیوفایی همشون راحتن و انجام دادنشون خیلی راحته. ولی اینکه ما بخوایم رسم وفاداری و صداقت رو به جا بیاریم بسیار بسیار کار سختی خواهد بود. و همونجوری که حضرت حافظ گفته تو یکی از این ابیات،
تو عزیز دلم به کسی دل بستی که متاسفانه اون از عشق بیخبره، ولی خب ظاهر بسیار زیبایی داره و تو دوست عزیزم خیلی نمیخوای باور کنی که اون عزیز دل نسبت به این عشقی که تو نثارش میکنی بی تفاوته و تو باید یا تلاشت رو بیشتر بکنی یا مسیرت رو کلن از این عشق در واقع جابجا بکنی و به یک سمت و سوی دیگری ببری. و تو دوست عزیزم باید بدونی که اگر میخوایی که از یک انسان معمولی به یک قلندر حقیقی و وارسته به قول حضرت حافظ تبدیل بشی، این که فقط ظاهرش رو مثل این آدم رو درست کنی کافی نیست و باید از خیلی از تعلقات دنیوی در واقع کنار بکشی، اونها رو کنار بزنی و باید بدونی که کسایی که قلندران واقعی هستن همه لذات دنیا رو حتی به یک جو هم نمیخرن و از اون چشم میپوشند. تو دوست عزیزم باید حتما بین دوستت و دشمنت تفاوت قائل بشی و رازیو که تو دلت داری رو با هر کسی نگی، اگرچه که دور و برت خیلی دوستان زیادی جمع شدن، ولی باید بدونی که همه محرم اسرار تو نمیتونن باشن و توی کارها باید یه ذره دوراندیش باشی و با عجله تصمیم نگیری، چون در واقع آتیش تند خیلی زود سرد میشه و تبدیل میشه به خاکستر. و همونجوری که گفتم واسه این نیتی که تو دلت داری هنوز مقدمات کار فراهم نشده و بهتره که این مقدار به خودت زمان بدی، اجازه بدی و بعد با تلاش و سرعت عمل همونجوری که گفتم یک مسیرت رو به صورت کلی عوض بکنی یا یه مقدار این تصمیمت رو به زمان دیگه‌ای که خودت هم یه مقدار پرورش دادی به اون زمان در واقع موکول بکنی. خیلی جالبه که حضرت حافظ تو بیت آخر خیلی قشنگ در واقع این رو مطرح کرده که ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه که لطف طبع و سخن گفتن دری بدونه. و اینجا حالا زبان دری که میدونین زبان فارسیه که بعد از زبان پهلوی به وجود میاره و یه ذره حالا تغییرات پیدا میکنه و به شکل زبان فارسی امروز در میاد. و خود حضرت حافظ میگه که این نکته هایی که من میگم، نکته های لطیفی که من میگم و مضامین غزل من، کسی میتونه ازش آگاه بشه و اون رو درک کنه که بدون زبان فارسی رو در واقع بلد باشه. و حتی حضرت حافظ هم تو اون زمان درک کرده بوده که وقتی که ما یک شعری رو به زبان دیگه‌ای ترجمه میکنیم، اون در واقع نکات نقض و اون ظرافتایی که توی اون شعر وجود داره کم رنگ میشه و یه سری معناهای سطحی هم ازش برداشت میشه، در صورتی که در واقع میتونیم با اون اصل زبانی که اگر بدونیم مثلا زبان فارسی رو خیلی اون معنیهای دقیق شعر رو درک بکنیم و به همون زبانی که شاعر داره شعر میگه ما هم به همون زبان مسلط باشیم. خب عزیزان دلم، مرسی که امشب هم مثل شب‌های دیگه در کنار من بودید. امیدوارم که حال دلتون مثل هر شب خوب باشه و ایام هم به کام شما عزیزانم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.